بگو چی میگفتی به دنبال توپ بچگی اصلا میرفتی؟ آخه خیلی بیش از اندازه به فوتبال اهمیت میدادن. منم گفتم شما دنبال باد هوا میدویم. فکر نمیکردیم که دیگه به همچین درجاتی برسن. خاطر همیشه میگفتن شما همیشه دنبال باد هوا میدوین، هیچ تهش هیچی نیست. آخه درس نمیخوندیم. بعد خب معلم آموزش پرورش بود دیگه، میگفت با درس باید بخونیم. ما هم که هیچی، اصلا درس تعطیل. محمد هم مثل خود تعطیل؟ نه درس میخوندن. تا سوم راهنمایی ازمون سوال میکرد، بعد سوم دیگه ول میکرد. خاطرات چیزم بگو. آب خوردم مثلا. آها کلا مهدی بچه تقریبا تنبلی بود. مثلا سفره که مینداختیم تمام انرژیش برای فوتبالش بود. سفره مینداختیم مثلا تو حال نشسته بودیم، بعد یعنی اگه باور کن 1 ساعت هم این تشنش میشد هیچی نمیگفت. چون من آب سر سفره نمیارم حقیقت که با غذا بخورم. فقط منتظر بود که یکی از ما بلند شیم، حالا من یا خواهرش یا پدرش یا محمد. تا بلند میشدیم مامان یا مثلا بابا یه لیوان آب بده. یعنی 1 ساعت تشنگی میکشید، مینشست ولی بلند نمیشد بره آب بخوره تا یکی بلند شه. حالا فوتبال خودتون دوست دارید یا نه؟ من حقیقت که بخوام بگم دوست دارم بشینم نگاه کنم، نه. حتی بازی مهدی هم من نگاه نمی کنم حقیقت. البته بازی مهدی رو فقط به خاطر استرسی که بهم وارد میشه. استرسی که بهم وارد میشه معمولا میرم توی اتاق، کنترل از راه دوره، یعنی از اون